مجلس ارباب در روز 16 اجلاس سر شد. خیلی روزنامه دوست تصدیق شد. رئیس کننده هم همون وقت تبرف انتخاب کردیم. حیبا تبرف رئیس کننده اجلاس شد تا انتخاب شدیم. امام علی را روز 19 نوامبر در انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان 3 نفر آدم نامنویس شد. امام علی رحمانوف، عزت الله حجایوف با اقباشای اسکندری را امام علی رحمانوف از همه زیاد آواز گرفت. خلاصه رئیس شورای مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. آخر اجلاسیه با تکلیف امام علی رحمانوف آش آشتی تشکیل کردن و به این آش آشتی همه کماندرهای صحرایی دعوت کرده شد. وقتی طلال قسم یاد کنی از همه پیش امام علی رحمانوف بیرق تاجیکستان، پرچم تاجیکستان را بوسه کرده، قسم یاد کرد که به خلقم من خدمت میکنم که این از روز اولی انتخاب شویش همه که صلح بیارم و اون گریزه هایی که رفتند اونها رو بگرده بیارم. گفتی قسم یاد کردگی بود. کماندرهای بگیم اشتراک داشته اونها هم خسته درباره بحث کردن خونریزی قسم یاد کردند.